فهمیدی یا نه ناله گیرم ده کست خاندانت چند دفعه برات گفتم نامی کلمرغ کس فروش خاک فروش نگی به من خاندانت اگایم که ما کلمرغ بیناموست اولاد کسی. سلام جور بخیر خوب هستی خیرتی گمنام تکونی را چی به مویای من تکونی را به مویای من چی برو ننه تا دسلاکو که در بازار نگردنه پیدا و پناه نکنه کس فروش مردم بیناموسا که گپ زدنتان دور از یک تعداد. کجا هستی؟ نمی خانه هستم. سلام جور بخیر خوب هستی خیرتی کجا هستی؟ دم جای سابق برود بچه زیاد پوک شدی برو کرم در کس خاندانتام در کس خاندان پوکام کس فروشی کنی که گپ زدنه. شما اگه ما در زنا و کس فروش نباشی میگویم نمیشه زنگ زده خاندانت اگایم مادرت اگایم گپا نفهمیدی دیگه اولاد بیناموس یک کس فروش مردم از 100 دفعه میگویم نمیشه زنگ زدن نمیشه فقط بگوی زنگ دیم ننیت خوارت هم آمید یعنی نتیم خوارت مومیتواره رقاصه نیستم ای اولاد کسی کرم ده کس خاندانت کرم ده نسل نسبت زنم یک لکه تگایم زنم وکیل کوشه تگایم زنم میر ملک قریه تگایم هینم خندکی تا هینم چمچق پرچالتا کس مادر بیناموس خوش میشه که تو ده بلگانمتان خوش میشی شدنه راجا زافخان هستی بلاگی های خوارت جواره شده کیرم ده کس خوارت خوش میشه نه شما نسل مردگ و نسل کس فروش خوش میشه که تو دو دشنام بشنوی نزدیک باشه مومه خوارتان سر خوار مادرتان بالا شوه نفر نه شما خروس انگریز سر خوار مادرتان بالا کده نظام دلتان یخ نکده است بری حالا 46 کشور 50 کشور سر خوار مادرتان بالا کنه شما خاک فروش های کس فروش ها را بیرقت پشت بالا خشم خود را بخورید او بدر از سر شبه گفتم نزنه دو خاندان شما انتاریا را گایم کیرم در کس خاندانتان گفتم خوش میشه به قرآن شما مردمی هسته که تو استاد باشه سر خوار مادرتان نفر بالا شوه تو کنه فهمیدی تو احترامش میکنی ولی کسی که از ننگ و ناموس دفاع کنه شما که دشمنی میکنه که ایرم در نسلتان کس مادر به ناموس چه تاجک هستی چه پشتون هستی چیزنم یک لگت اگایم هر قومی که هستی که نمه تو کس فروشی میکنی میده لایف همه گرد سرخانت یک دانتا تا چمچق پرچالتا دپره برابر نشی مقصد نه اما وزی شریکی هست انگو یک دامالوزه که جواری دادم میزم دکانه اگرف آوار همه مادرت رام دوستم بگای اولاد بیناموس فهمیدی ابراهیم عظیمی عکس خوار مادرت ماندی نه اما مادر خوارت دوستم همچه کنه دوستم خم تو شوی شار است میفهمی نه زور کلمرغ بیناموست خونه کشید که 50 کشورت زنم یک لگت اگایم که تو عقل داری که ایرم در کس خاندانت گپ شما گپ خونه شنیده فهمیدی حالی ما یگان تا سابق در تویا که میشد یک تعداد فایر میکرد یک تعداد دیگه نمیکرد خب خوشش نمیامد با میگفتن کاکا از تو مخک پر است بعدش میامد یک را ضربه میکرد شاجور خلاص مجبوریم تو شاجور خلاص تا چمچوق پرچالتان آدم سواری کنه فهمیدی
خدا روسی اینه چی گروه مردم است او؟ خدا جان یارت چا برود قربانت. السلام علیکم. علیک سلام. بد است برود جان، بد است. عالمی کس فروش مردم نمیفهمه بد است. این کس خاندانا 50 کشور سر خوار مادر یا بالا شده است نمیفهمن. هنوزم میخوان که کل روی زمین بالا کنن. او به ناموس مردم میمرد تا به طاقت نداره یا عادت کردین. عادتشان شده که دائم تو سر به سر باشه. و آدم هم از کل دنیا هم که باشه گو که گو از یک دفعه خیس میزنه دیگه پیره این تو کمرش چنگ میمونه خیس میکنه پایش تا کمرش هم نمیرسه پس میفته دیگه. آدم موقع نمیشه 24 سال سر خوار مادر امیش تعدادی که دو میزنه سر خوار مادرتان بالا شدگی باشه. و هم یک ذره انرژی کار داره، با این قدم راستی کار داره. خوش شده نه؟ خنده کرده خنده کو بسیم، خنده کو در کون شما بیننگا که درخت هم سز کنه در سایش شکر گفته تو میشینه که رم در کس خاندانتان. علیک سلام وطندار. سلام سلام. علیک سلام وطندار. اسما رو هم قبول کو. هنوز مانده او رو برو نیز بگو. گفایی هست روبرو زدم میشه. چه گروه مردم هست به قرآن نه به انسانیت میفهمن نه به شرافت میفهمن. اینمه تو که سگ خرگو کلان شده، اینمه تو خرگو و سگ از نسل خرگو و سگ هستن. نه روسیا خوب یگان گرگا داره نه که